بچه جانی لوگری رفتار تپی بری رفتار تپی بری گزی برم میبری با چشمانی خماری با چشمانی خماری سیگریت می ندیس کلی دماغ می کار نکوی سیگریت می ندیس کلی دماغ می کار نکوی گوره چرچل نتخوب توبه توبه توبه‌گار هستم شب‌های جمعه با مزار هستم شاگرد سخی بیردار هستم با چشم سیاهیت خریدار هستم اگر یار نداری بد یار هستم نامزاد نداری آبو برای سفید خود گم کردم مروخ با ولایتای مردم کردم مردم میگه بچه دیوانه شده دیوانه نیم یار اوزانی چی رقم نان پخته کردن است؟ نه مرش داره نه نمک داره نه مزه داره 24 ساعت فکر طرف تلویزیون است یکم فکر طرف خانم بگی عمر دکه تو اولا موبایل سبیل مانده را پس کو که مزه غذا را بفهمی از چه وقت که دیده میریم نان تا گیلاس او چوکه میکنی خدا را هزار بار شکر که لایک و فالو به دست شماست اگه او نان ما به دست شما می بود از گشنگی تلف میشدیم چی سایل داری؟ تیز لایک و فالو کن چرسو چیلم مسکه پا غرمکی ادم خانه د چرسو چیلم مسکه پا غرمکی ادم خانه بیا گډی وډی وای پا نشکی ادم خانه Seni seviyorum bunu tüm dünya alem duysun dilerim Allah'tan ömrüm kollarımda son bulsun özledim başım ağrısı yadımdadır yarim canım gayrısı شا دختر شکر دختر شای دختران یک پوسه به من بده من به تو غلام ای پوسی ما چی میکنی تو چک سر نکو سری بام بستم ببود از سخن مگو کی بدنام هستم بدنام هستم به قید زندان هستم دارای کده مولا پشیمان کجا ویدیو ماندم غیر اون وقت که از لایف قطعت کردم بلاکت کردم دیگه ما با تو چیزی نگفتم مردم که ای شد تا شد بالا شد خب تو شیر هستی ها شیر حیوان است تو حیوان هستی من حیوان نیستم صبر زیاد ویدیو هم نمان ای بروبر هم خدا نکو اینال تو که ملاستی به ما تعریف کو تو ملاستی نه گوش بگه ملاستی نه تا غسله بکو به ما نه تا غسله بکو ملاستی ملای کنا ششته پیش ما تن نمیتا نه تا غسل ما بگو فرضای غسل چند تاست با ما بگو فرض غسل چند تاست فرضای غسل به ما بگو چند تاست تو که ملا خدا خطاب میکنی فرض غسل تا سره دومره محبت کوم سمره چی خدای ته عبادت کوم سره دومره محبت کوم
سلام علیکم ابیل جان، خوش آمدی به امریکا. بخیر باشی لالا گپا رو من یک سیگرت عاجل بخوای بر مقدلم شده. چرا نه مکس اینجا بیا. ماکس اینو بگی سیگرت بیار. بس اگه تقوشیار است. بابا به شک به خدا. سلام علیکم، خوش آمدی به افغانستان. خوش باشی ابیل جان. گپور چی میکنی عاجل برای مقدل سیگرت بخوای؟ صحیح مایک بچم بیجا بگی پیسه رو بگی سیگرت بیار. نکو مایک بچم میگه پار نزن. بابا گک نکی گپار نزن دیگه. چی میگه ابیل جان؟ میگه پیسه سیگرت خودم حساب میکنم. قسم خوردم از عاشقی کردم باز مرماندی شدی آشنا برگشت اومد که دوست داشتم چیزه نگفتم کراچی آیسکریم گشتی و شوی چهارم است که ما غرغرش کردیم. نه تو چی میکنی؟ پلیس خبر میکنی؟ بله نه بیایی دیگه ای طرفا. بیا نه بیایی خانه آمون است بیا یادت است که بابا یک سال در مکتب که اول نمره شده بودی؟ شعرم یادش بخیر. همون سال که اول شدم مادرم مرا دیگه سپارچه کرد. از چی خاطر؟ از خاطر که گفته اون مکتبه که تو اول نمره باشی دیگه شاگرداش تنبل خدا زده است. عیب شد والا.